أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسله درسای روافض ادامه داره و در درس قبلی ما و شما روی عنوان تفصیل عقاید و شرح واژه روافض حرف زدیم. مسئله را ثابت ساختیم که روافض فرقه ای است که به اثر سعی و تلاش شخصی به نام ابن سبای یهود به وجود آمد و بعدا ما کلمه رفض هم تشریح کردیم. کلمه رفضه از جای به وجود آمد که اینا میخواستن نزد زید آمده و از ایشان طلب کنن که ایشان هم اصحاب رفض و رد کنن. وقتی که اونا رد نکردن، باز اینا از او را رفض کردن یا رفض کردن. بالاخره کلمه روافض به وجود آمد. سلسله درسای نو که شروع میکنیم انشالله روی عنوان احکام روافض است و احکام روافض نزد اهل سنت و جماعت چیست. در یک قسمت درس ما شما بیان کرده بودیم که روافض فرقه گمراه هستند و در تشریح حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرده بود، در اون حدیث هم گفتیم که دلالت و گمراهی روافض گمراهی از یا دلیل بر کفرشان است. خب در این قسمت بیایم سر احکام روافض گپ بزنیم. اگر ادعا کرده باشیم که روافض مرتد هستند، یعنی مرتدن، بعض اختلافات نظر در اینجا وجود داره. بعض علما اختلاف کردن که اینا چه وقت مرتد شدن، یعنی که اینا مسلمان بودن که مرتد شده باشن. به این خاطر بالای ازیا اطلاق کلمه ارتداد چی معنی افاده میکنه، یعنی به این معنی که اینا مشرک بودن و هستن و خواهند بود. ولی باز هم ما به خاطر از این ادعا یک سلسله نقل قولار از علمای سلف بیان میکنیم و در نخست ما منهج دولت اسلامی رو در قبال از این بیان میکنیم که دولت اسلامی، خلافت اسلامی در قبال فرقه روافض چی رأی دارن. بر علاوه از جهالت و گمراهی روافض، هر دو رهبران و مقامشان مرتد هستند. یعنی بین از اینا عوام و خواص وجود نداره، رهبر و عوامشان هر دوشان مرتد هستند. و در این گپ امیرالمومنین ابو عمر البغدادی الحسینی رحمه الله گفته بودند که روافض فرقه ارتداد و شرک است. ابو عمر البغدادی الحسینی از جمله رهبرای خلافت اسلامی است که بعد از ابو مصعب زرقاوی رهبریت خلافت اسلامی که او زمان دولت عراق اسلامی نام داشت قرار گرفته بودند. شیخ ابو مصعب زرقاوی رحمه الله فرموده بودند که اقوال سلف در رابطه با تکفیر روافض یعنی مشهور و زیاد است. به طور مثال از امام احمد رحمه الله در مورد کسانی که ابوبکر و عمر و عایشه رضی الله عنها را لعن و طعن می نمایند چه حکمی دارند؟ در جواب فرمودند که ایشان را مسلمان نمی شمارم و مثلا در کتاب الخلال السنه آمده. و همچنان ایشان فرمودند که حراس دارم که دوستداران روافض در کفر واقع می شود. همچنان ایشان فرمودند که حراس دارم که دوستداران روافض در کفر واقع می شود. یعنی ولایت، کسایی که با روافض ولایت داشته باشه و دوستی داشته باشه اینا هم در کفر واقع می شود. ما مطمئنانه گفته می توانیم کسی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را لعن نمایند دین را ترک کردند. الخلال السنه و انتهای کلمات امام احمد رحمه الله. و همچنان ایشان فرمودند روافض کسانی هستند که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم براءت میکنند، به ایشان لعن و طعن وارد میکنند، رهبران اصحاب را لعن مینمایند به استثنای 4 صحابی که علی رضی الله عنه، عمار رضی الله عنه، مقداد رضی الله عنه و سلمان رضی الله عنه است. به استثنای 4 سایر صحابه اینا لعن و طعن میکنند. بنابراین روافض با اسلام بریده اند. امام بخاری رحمه الله فرموده است که برای من هیچ تفاوت نمی کند که در عقب جمع روافضی یا یهود و نصارا اقامه نماز نمایم. یعنی به این معنی که از 3 گروه نزد امام بخاری یکیست، نصارا و یهود و روافض. آنها باید با اسلام یکجا نشوند و تحیه با آنها نشود. تحیه یعنی با آنها سلام علیک صورت نگیره.
مریضشان عیادت نشود و در عین زمان با آنها نکاح نباید شود، تشیع جنازهشان نباید شود. یعنی با اینا در کل براءت باید صورت بگیره و ولایت در کل با اینها قطع شود، چون وقتی که با اسلام بریدن تمام مسائل انشان با مؤمنین قطع میشه و ذبیحهشان برای مسلمین حلال نیست. کسایی که ذبح میکنن از روافض برای مسلمانان حلال نیست و این مسئله آمده در خلق الافعال العباد. و بعد از او احمد بن یونس متوفای سال 227 هجری فرمودند که اگر گوسفندی را اقوام یهود و روافض ذبح شود، من بهتر میدانم که از ذبیحه یهود استفاده کنم نسبت به ذبیحه روافض. چرا؟ به این دلیل که ذبیحه اهل کتاب اگر بالای ذبیحه نام الله را بگیرن رواست، ولی روافض مرتد هستند. خب در این قسمت ما تمام مسائل بیان کردیم، ولی تمرکز خاص بالای علمای احناف داریم و میخواییم که علمای احناف رایشان درباره روافض بیان کنیم. در نخست ما بیان میکنیم مسئله حکم روافض از ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله. ایشان میفرمایند که شیعگان همه کفرن، این در کل همه شیعه را تکفیر میکنن. ملا علی قاری حنفی در کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مرقات المصابیح بیان میکنن که الرافضه الخارج فی زماننا، یعنی به این معنی که روافض کس خوارج زمان ما هستند. چرا دلیل میگن؟ اینها به کفر صحابه معتقدن، اینا اصحاب کافر میدانن. اهل سنت و جماعت بلکه سایر امت به کفر روافض متفقن، یعنی هیچ اختلاف موجود نیست. هیچ کسی در بین اهل سنت و جماعت وجود نیست کسی که خود اهل سنت و جماعت بگوید و درباره کفر از اینا شک داشته باشه. امام ابو سعود حنفی بیان میکنه، میگه علمای تمام زمان به این متفق هستند که قتل شیعه ها مباح است. مباح به این معنی که یعنی حرام نیست و هر کسی که در کفر اینها شک داشته باشد کفر است. سبحان الله. امام ابو حنیفه، امام سفیان الثوری، اوزاعی رحمهم الله، اینها همه به این باورن که اگر شیعگان توبه کنن دلیل نجاتشان است. یعنی اگر توبه کنن و از عقیده خود برگردن و به عقیده درست یعنی راسخ العقیده شوند، امید عفو و بخشش است اگر توبه کنن و این به سایر کفار هم است. یعنی مسئله ای است که کل کفار هم به ایشانی درا باز است که هر کس توبه کنن باب توبه باز است. این مسئله میه در فتاوی حمدانیه لابن عابدین الشامی باب رده و تعذیر. این مسائل در فتاوی شامی ذکر کردن. و امام حامد بن علی العمادی الدمشقی از ایشان در مورد شیعه پرسان شد، ایشان جواب دادن یقینا که این روافض کفار باغیان و بدکاران هستند که اقسام زیاد کفر، بغاوت و عناد را با هم جمع کردند. علاوه بر این انواع بدکاری زندقت را با هم جمع کردند. پس هرگاه کسی در مورد کفر، الحاد و وجوب قتال اینها حتی توقف کند مانند ایشان کافر است. سبحان الله. فتاوی حامدیه جلد 1 صفحه 151. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی فرزند شاه ولی الله محدث دهلوی در باره از میگه هر کسی که خباثت و عقاید شیعگان آشکار شود پس برایشان معلوم می شود که اینها در اسلام هیچ مکانی ندارند و کفر اینها برایشان ثابت می شود. التحفه لاثنا عشریه کتاب شاه عبدالعزیز دهلوی است که علیه از نوشته کرده. امام ابوبکر سرخسی بیان میکنه روافض یک قوم کذاب هستند. اینها کسانی هستند که به صحابه طعن و لعن وارد میکنند. هر کسی که به صحابه طعن و لعن بزند ملحد و تارک اسلامند که علاج آنها فقط و فقط شمشیر است اگر توبه نکنند. و در بحث دیگر یعنی شیخ انورشاه کشمیری در تکفیر روافض احناف بسیار اختلاف دارند، ولی راجع این است که تکفیر کنندگان اصحاب کافر هست. یعنی شیخ انورشاه کشمیری در شرح ترمذی را تشریح کرده و در شرح ترمذی بیان میکنه، میگه که علمای احناف در کل بالای تکفیر زیاد اختلافات وجود داره، ولی راجح همی است که هر کس صحابه را کافر بگوید او کافر است. علامه نظام الدین هندی بیان میکنه، میگه که اگر یک شیعه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دشنام بدهند و اگر عایشه رضی الله عنها را
نسبت زناکار دهند، پس اینها کافرند. به جهت انکار خلافت ابوبکر صدیق کافرند. این شیعه ها از ملت اسلام خارجند و احکامشان احکام مرتدین است. فتاوی عالمگیری. این بحث در فتاوی عالمگیری آمده. امام آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی بیان میکنه، میگه که قسم به الله متعال که کفر شیعگان از کفر ابلیس هم مشهورتر است. این مفسر این مسئله را نشته میکنه. امام طحاوی الحنفی نشته میکنه که با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت میکنیم و از ایشان براءت نمیکنیم و بغض میکنیم با کسانی که با ایشان بغض میکنند. محبت اصحاب کرام دین، ایمان و احسان است و بغض با ایشان کفر، منافقت و طغیان و سرکشی است. در کتاب العقیدة الطحاویه. در خلاصه ما شما بیان کردیم که احکام روافض نزد اهل سنت و جماعت چی است. پس دریافتیم که اهل سنت و جماعت مجموعاً در این عقیده هستند که روافض با عوام و خواصشان و رهبرانشان همشان مرتد هستند و در این دلیل ما و شما اقوال امیر المؤمنین ابو عمر الحسینی البغدادی رحمه الله، ابو مصعب الزرقاوی و در این حال امام احمد رحمه الله، امام بخاری رحمه الله و امام ابن یونس رحمه الله یا را بیان کردیم و بعضا مسئله را مختص کردیم بالای علمای احناف و بیان کردیم عقیده احناف در رابطه به حکم روافض. حال میایم به این مسئله بیان میکنیم. بعضی کسایی که امروزه وجود دارن، یک گروهی که سنگ حنفیت به سینه میزنن و خود احناف میگن و بالاخره روافض برادر میگن و با اونا رابطه دوستی دارن، با اونا رابطه تنگاتنگ دارن، با اونا ولایت دارن و اینا کسانی هستند که آمده خود نماینده امت قلمداد میکنن. یعنی هدف ما از طالبان و امارتشان است، یعنی امارت افغانستان. شما فکر کنین که اینا کسایی هستند که از یک طرف خود اهل سنت و جماعت میگن و از طرف دیگه باز خود متعلق به احناف و حنفیت میدانن و باز آمدن این قدر احکامی که ما جمع کردیم از خلال فقه احناف که اینی است بزرگان حنفی عقیدهشان در قبال روافض و شما ای که برادر میدانین و شمایی که کسانی که مادر شما را ام المؤمنین نسبت زنا میتن و کسایی که اکابر صحابه را مرتد میدانن، شما با او دوستی و ولایت داره و با او رابطه داره و از طرف دیگه خود حنفی میگن. ما مختصا اقوال احناف، علمای احناف به می رابطه ذکر کردیم در قبال عقیده روافض. و قسمت دوم یک سلسله علمایی که وجود دارن، مثلا علمای زاهدان، اینا کسایی هستند که خود به روافض نزدیک کردن و آرام آرام خون شهدا را معامله کردن و عقیده را معامله کردن، مثلا شیخ عبدالحمید اسماعیل زئی و کسانی که هم فکران از اونا هستند. روافض رفته رفته آرام آرام برادر خطاب میکنن و خلف اونا نماز میخوانن و در مسجدای از اونا نماز میخوانن، حالانه که بزرگای امت اسلامی در کل بزرگای اهل سنت و جماعت ذبیحه یهود به ذبیحه روافض ترجیح میتن و امام بخاری نماز خواندن خلف یهود و نصارا بهتر میدانه از خلف روافض. پس ما هدف ما می بود که مسائل به سمع شما برسانیم و حقیقتای دین به شما بیان کنیم و ما هم به این دلیل تمام اقوال سلف نقل میکنیم، در درس آینده هم نقل میکنیم. به این دلیلی که ما را کسایی کتاب تکفیری بیان میکنن و ما را خوارج میگن، ما خوارج نیستیم. اگر قرار باشه که به تکفیر روافض ما خوارج باشیم و خارجی باشیم، پس امام احمد، امام بخاری و امام ابو حنیفه، امام آلوسی، ملا علی قاری، هم از اینا از ما که خوارج تر تیر شدن در گذشته. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب الرؤوف الرحيم.